میتونه امام ذهبی گفتن که الامامة في الفقه و دقائقه مسلمة الى هذا الامام. امامتی در علم فقه 6 علم است، یعنی علم های رئیسی: علم قرآن، علم حدیث، علم عقیده، علم فقه، علم لغت عربی و علم تاریخ. 6 علم است. این علم ها باز شاخه ها دارند، 12 تا 10 تا در بین شاخه ها دارد. همگی 50 نوع فن های اسلامی است. الامامة فی الفقه، در علم فقه پیشوایی، امامت در دقایق این علم، نازکی های این علم، مسلمتون الی هذا الامام، به این امام مسلم است، یعنی همه تسلیم شده که است. و هذا امر لا شک فیه، و این امری هست که در این شک و شبهه است. در فقه امام ابو حنیفه شک و شبهه نیست. سیر اعلام النبلاء، امام ذهبی در این کتاب نقل کرد. خب امام ذهبی رحمت الله علیه گفتن که برع فی الرأی، امام ابو حنیفه در علم فقه از دیگرها فرقیت داشت و تفوق، یعنی بالا برآمده بود، عالی مرتبه شده بود در علم رأی، یعنی استنباط. با فکرشون از آیت معنا می برآورد. و ساد اهل زمانه فی التفقه، و در علم فقه اهل زمانشون رو گذشته، سیدی اهل زمانشون شد، سروری اهل زمانشون در علم فقه شده بود. و تفریع المسائل، و چنین در شاخه کردن مسئله ها، از یک مسئله ها می برآورد. و تصدر للاشتغال، و اینچنین در علم فقه یعنی درس می گفتن، صدر مجلس بودن. و تخرج به الاصحاب، چقدر طلبه ها از مدرسه امام ابو حنیفه تخرج کرد، یعنی تمام که ختم کننده های مدرسه شاگردان بسیار دارد. ثم قال، سپس گفتن که وکان معدودا فی الاجواد والاسخیه، غیر از اینکه در علم فقه امام زمانش بود، این چنین از جمله شخصانی دانبه و انگشت شمار بود در مسئله جند و سخاوت، خیر و سخاوت میکرد. و این چنین اولیای الله بود، دوست الله بود، یعنی فقط فقه خالی نبود، هم سخی بود، هم اولیا بود، هم الاذکیه، از جمله شخصیت های ذکی، با عقل، زیرک و الدین، زیرکی بی دین نه، همراهی دین، یعنی علمدار دیندار. والعباده، این چنین عبادت کننده، عابد. و تهجد و کثرت التلاوه، تلاوت بسیار قرآن. و قیام اللیل، و نماز شب. رضی الله عنه. ببینید این سخن امام ذهبی است، یعنی امام ذهبی در دنیا، این سخنی من نیست، سخن علما است، میگن که مرد شناسترین مرد دنیا امام ذهبی است، برای آنکه کتاب دارد همش ترجمه حال است، ترجمه حال. حتی درباره شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب ترجمه حال نوشته. امام ذهبی هم عادل هم عالم، ترکمنستانی است اصلش، ابن قایماز اصلشون ترکمنستانی. ذهبی نسبتا به ذهب طلا ساز و طلا فروش بودن، طلا کار کرد میکردن پدرهاشون باباهاشون، بنابراین ذهبی گفته بشد. نسبتا به کسمی خانواده، شاگردی یکی از بزرگترین شاگردان شیخ الاسلام. ببینید سخنها در حق امام ابو حنیفه چگونه سخنهایی گفتن. یعنی امام ابو حنیفه فقط عالم فقه نبود، بعض عالمان فقیه سیگریت کش، فقیه ناسکش، فقیه لیکن عقیده ندارد، تاریخ نمیداند، حدیث نمیداند، حدیث ضعیف و صحیح نمیداند، ولی فقیه هست. یا علم نحو میداند، ماشاءالله شرح مولا جامی خونده است، نحو میخواند، یک عمر علم نحو درس میدهد، از همه در عباره خوانی خطاگی مییابد، ولی نه عقیده دارد، نه تاریخ را با خبر است، نه حدیث ضعیف و صحیح را، نه اصول فقه را خبر دارد، فقط همین فقه تقلیدی میداند. امام ابو حنیفه خدمت.
و یعنی در چند ساحه ثنا گفتم و اینچنین یعنی سخی سخاوت کرم